علاء سلام عرض میکنم. خوبید؟ قربان شما، مرسی. من فارسیم زیاد خوب نیست، دنبال یک کتاب فارسی میخواستم. بعد اونجا کی هستش که responsible هست؟ How can I help you? اوکی yes. من دنبال کتاب قرآن میگشتم. قرآن به فارسی یا به انگلیسی؟ نه به انگلیسی میخوام، فارسی نه بلد نیستم بخونم. دارم. بعد انگلیسی عربی دارم. انگلیسی؟ بله. بعد ترجمه مجید یا کریمه؟ میدونی که اون فرق نمیکنه، قرآن مجید یا قرآن کریم هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه. نه گفتن کریم قشنگتر ترجمه کرده. ترجمه نکرده. گوش بده چی میگم. بله. قرآنو یا بهش میگن قرآن مجید یا بهش میگن قرآن کریم، هیچ فرقی نمیکنه. پس چرا اگه فرق نمیکنه پس چرا دو تا اسم مختلف داره؟ همین دیگه، همین یه عده میگن قرآن کریم یعنی قرآن بزرگ، یه عده میگن قرآن مجید. هیچ تفاوتی این دو تا با هم دیگه از لحاظ قرآنی عربیش نمیکنه. مترجما آدمای مختلفی هستن که از عربی به انگلیسی و از عربی به فارسی ترجمه کردن. خب کریم یعنی چی؟ یعنی بزرگ؟ آره کریم یعنی بزرگ، قرآن مجید هم یعنی باشکوه. خب پس اون باشکوه ترجمه کرده، اون یکی هم دوست عزیز باشکوه ترجمه نکرده. چرا توجه نمی‌کنی حرف منو؟ مثل این که الان شما یه کتابی رو داریم، مثلا فرض کن بنویسیم هر کتابی که به زبان انگلیسی Can you say that in English because I have a hard time. گوش بده. The Bible, okay? The Bible, yes. Okay. Maybe somebody says the Bible is the great book. Somebody saying the Bible is the surprise book. Whatever. Surprise book? This is not the translation of the Bible. The Bible everywhere is the same. For example, in Hebrew and the people translate. The Bible is fucking Arabic. The same is with Quran. والا من که هیچی نفهمیدم، همون فارسی پس بگید. خب حالا کی من میتونم بیام اینا رو بخرم؟ هر زمانی که بیام. ما از 10 صبح تا 8 شب بازیم. امروز هم بازید؟ بله. تا چند بازی؟ تا 8 شب. 8 شب. این آدرستون رو به من بدید. 14 خب پس یه دونه از همون Shut the fuck up. با شیکو برای من کنار بذارم، من میام دنبالش. باشه. مرسی، خیلی ممنون. www.kalkalihat.blogspot.com